أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اسلامی، مؤمنین خدا، همتان به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. خب، سلسله بحث ما و شما آیه مبارکه 164 از سوره آل عمران درباره تربیه نسل پاک. خب، بحث مناظرمون درباره 4 پاره قرآن. خب، الله جل و علا شأنه در این آیه های مبارکه و ما و شما امر کرد لقد من الله، یعنی پروردگار برای شما منت کرد. مقصد از منه را ما بحث کردیم که چی نعمت ها پروردگار برای ما. منه چیست؟ منه چی صحبت ها داره به معنای عسل، به معنای حلوا، به معنای یک نعمت بزرگ و یک نعمت بزرگ کردن یا سنگین کردن. خیلی بحثمون کردیم و رسیدیم و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. شما پیش از آمدن این پیغمبر در گمراهی های بزرگ بودید. پیش از وارد شدن به این بحثمون ما وصیت 46 رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شما رسوندیم و رسیده بودیم به وصیت 47. خب، اکنون هر یک مجلس به خودش چی داره؟ باید کفارت المجلس، یعنی وصیت 46 پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بود است که باید انسان کاری کنه که در هر مجلسی که میشینه باید چیکار کنه؟ باید کفارت گناه همون مجلس گیره. چیکار میکنه که همون مجلس خیر باشه. از ابو هریره صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت حدیث بوده است که انا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث گفتن که حقیقتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من جلس فی مجلسین، هر یک شخص یا مرد و زن در یک مجلس، در یک معرکه با یک نفر، 2 نفر، 100 نفر، 1000 نفر میشینه، پس در همونجا چیکار کنه؟ همیشه و همیشه خودش حفظ کنه. فکثر فیه واحفظ لسانه، بسیار و بسیار همین کارا بکنه، زبانش احتیاط شوه. فقال، هر وقتا که زبانش احتیاط شد از گپی بی‌معنی، غیبت، دسیسه کار، امروز به نهایت مسئله ها بهد دشوار است که اغلبیت مردها زن میزاد شدگان. امروز غیبت اگر در 10 ساله پیش وظیفه زنها بود، امروز غیبت و دسیسه و از قفای هر کس گپ زدن این وظیفه مردا شدگان. خدا پناه این طایفه مردو. برای همین هر یک تایما باید احتیاط باشیم. در مجلس میشینیم مرد و زن، زبانمون احتیاط کنیم، زبانمون بقپیم از غیبت و دسیسه و در حق یک کس صحبت کردن. ما مردیم، زنها هم همچنین. اگر هر انسان اینا رعایت نمیکنه فردا نزد پروردگار ده جواب میتیه. فقال، پس پیامبر گو قبل ان یقوم من مجلسه، وقتی که زبانش احتیاط کرد پیش از مجلسی که هست از همونجا خستن، ذالکه همین مجلس ها اشاره درازه در تمام مجلس ها میخزد، همین دعا را گوید سبحانک اللهم و بحمدک، پاکت ای پروردگار، تمام تعریف ها و تمام ثناها و تمام کارای خیر همش در حق تو. اشهد ان لا اله الا انت، من یقین دارم، باور دارم که تو پروردگاری هستی که غیر تو معبود بر حق نیست. استغفرک و اتوب الیک، من طلب مغفرت میکنم از درگاه تو و بازگشت میکنم به سوی تو. الا غفر له ما کان فی مجلسه ذالک، مگر اینکه هم خودی همون را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن بعد این دعا و زبانش احتیاط کردن و هر کسی که در همون مجلس میشینه پروردگار گناهش میبخشه. حدیث امام ابو داوود، امام ترمذی و امام نسائی و ابن حبان روایت کردند
ابن حبان گفتن حدیث صحیحه. یعنی برای ما اکنون آداب و فرهنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مجلس، در یک معرکه و مجلس نشستن همین بوده که اول زبانمون احتیاط کنیم، باید خودمون بداریم، زبان احتیاط کنیم، پرسیدن جواب دیم، نپرسیدن باید چیزی نگوییم. دویم باید وقت خستیم همین دعا را کنیم که خدا مقصد ثنا حق تای، تو پاکی، غیر تو معبودی بر حق نیست، تو بخشنده، تو مهربانی. همین دعا را کردن در کار است که همون برادرایی که در قتیم و در همونجا نشستگیان، پروردگار اونها را هم چیکار کنه؟ مغفرت کنه و گناهاشون بخشه. مؤمنین خدا همیشه انا همین خیل سهم دارن. این وصیت 47 رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. خب و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، شما پیش از آمدن این پیغمبر در گمراهی بده. صور من الضلال اهل الجاهلیتی. اکنون یک دو شکل و صورت هایی که در زمان جاهلیت عرب بود که عربو چگونه جاهلیت داشتن. ولی تزکیت العرب من جاهلیتهم و ارجاسهم بمجیء محمد صلی الله علیه و سلم صور عدیدتون. از برای پاک کردن عرب از جاهلیتشون، از تمام مجلساشون، از کارهای افلاسشون با آمدن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند صورتهای گوناگونی هست که پیغمبر اونها را چگونه خلاص کرد. ذکر بعضها جعفر ابن ابی طالب امام النجاش فی الحبشه. ذکر کرده شده از بعضی همین ها را که جعفر ابن ابی طالب که اکای حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، زمانی که پیش نجاشی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت عقبه میگن، در اما بیعت ها که وقتی در مکه مکرمه بودن، حضرت مقصد 2 سفر به سوی حبشه یاراشون صحابه رو در همون ابتدا روی کردن برای پناهندگی که در همون ملک بروین، شاه عادل و اهل انصاف شما پناهندگی گیرین. بار اول رفتن جعفر ابن عبدالمطلب در همونجا اکای حضرت علی بود رضی الله تعالی عنه که در جنگ موته کشته شدگی است. اینا پیغمبر خدا جعفر تیار میگفتن، یعنی پیش از مردنشون پیغمبر گفتن تو در جنت پرواز داری ای جعفر. هر انسانی که از خاندان جعفر او هم سید زاده. خب خیلی اکنون ما دنبال بحثی کلان نمیریم. مقصد یک چند گمراهیایی که این آیه مبارکه 164 سوره آل عمران بیان میکنه، یک از گمراهیاش مقصد حضرت جعفر در پیش نجاشی گفت در حبشه افیوپی امروزه. فقال ایها الملک، ای ملکنا قوما اهل الجاهلیه، ما مردمی هستیم که اهل جاهلیتیم، به حد ما مردمی بدبخت و سرسخت و مقصد جاهلیت این که اونها نادان نبودن، او خیلی دانا بودن، فرهنگ و تمدنای داشتن، روح و روش عنعنه‌های داشتن که همش اونها را به سوی افلاسی بدبختی برده بود. یکمش نعبد الاصنام، ما بت پرست بودیم، و ناکل المیتة، ما گوشت خود مرده میخوردیم، و نأتی الفواحش، تمام کار افلاس ما میکردیم، کار عقل برونه، و نقطع الارحام، برای ما امکی تقوی خاله اما یگان ارزش نداشت، تمامی معاملگی همسایگی را ما خور کرده بودیم، و یاکل القوا من الضعیف، با قوت ما ضعیف ما میخورد. یعنی امروزه جامعه هم همینه، چخیلی یک بیچاره در بالا موندگی چگونه یک قوی امروز قدرت داره. امروز برای ما همینه، قدرت برای قوی بودن، پول داشتن، مالدار بودن، این همین جاهلیت عرب امروز تکرار شده است در تمدنی امروزه فرهنگ مسلمان ها تکرار شده است. میگه انا همین خیل بود، ما قویامون ضعیفامون میخورد. و کنا علی ذلک حتی بعث الله رسولا منا نعرف حسبه و نسبه، ما هم خیلی زندگی داشتیم که خدا برای ما پیغمبر داد که ما نسلش، زندگیش، تاریخش همش هم میدونستیم، صدقش، امانت داریش، عفاف و عفیف بودنش، پاک دامنیش همش هم میدونستیم. آمد برای ما فدعانا الی الله وحده، این آمد ما را به سوی خدا یگانه دعوت کرد، لنوحده و نعبده، تا اینکه او را ما یک تا شناسیم و او را عبادت کنیم، و نخلع ما کنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان. صاحب تفسیر آورده است که ما مردمای بدیم که چیکار کرده بدیم؟ خدا را در یک اطراف دیگر موندگی بدیم، ما کشیده بدیم رای حق ابراهیمی را او برمونده بدیم، ما را پدرامون باباهامون غیر خدای حق 10 ها 100 ها خدای دیگر عبادت میکردن، و خداها سنگ بودن و اوثان بتها بودن.
و امرنا بصدق الحدیث، امر کرد ما را یکم به راستگویی. این ببین پیامبر آمد اول زبان تازه کرد، اینجا نماز روزه حج زکات نه، انا این وحدانیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ای. انا این پیغمبری را اولین فرهنگ رسول الله چه بوده؟ صدق الحدیث، راستگویی. اداء الامانه، امانت مردم بازگردانی. صلت الرحم، معاملگی خشت ورچگیتون سخت کنه. حسن الجوار، همسایه داریتون نیک کنه. والکف عن المحارم و الدماء، بکش ختونه، بس کنه کف، بکشه از چی؟ از کارهای حرام و خونریزانی. آمد ما را منع کرد. جعفر ابن عبدالمطلب رو بر روی شاه حبشستان نجاشی گفته ایستاده است. و نهانا عن الفواحش، ما را باز داشت از کارهای افلاس. و قول الزور، ای تهمت ناگهان، ای تهمت ناحق. و اکل مال الیتیم، از خوردن مال یتیم. و قذف المحصنات، از زنان پاک دامن تهمت زدن که زنا میکنی، پلیدی میکنی. گفته امروز بسیاری بدبختا زنای پاک تهمت میزنن، ما را منع کرد. و امرنا ان نعبد الله ولا نشرک به شیئا، ما را امر کرد که خدای یگانه را عبادت کنه، یگان چیز نسبت او برابر نکنه، شما در خداشناسیتان کمبودی نکنه. و امرنا بالصلاه و الزکات و الصیام، بعد این کارا که تمام شد، این فرهنگ آورد، ما را گفت اکنون در برابر خدا سجده کنه، در برابر خدا و دین خدا سجده کنه، در برابر خدا برای قوی کردن دین خدا زکات، برای خودتان اداره کردن روزه گیری. انا این امر را برای ما کرد. نجاشی این سخنا را گوش کرد، میگه رخسارهاش میگه از اشکام میجبارید، برای که مسیحیت در درون زلالت گمراهی بود. چگونه که امروز مسیحیت، این مسیحیت هم امروز نمونده دیگه، مسیحیت نیست این روز، اینا اصلا کابالاییستن دیگه، اینا جادوگر و جادوگر پرست، شیطان پرست، ابلیس پرست شدن بسیارش. وقتی نجاشی این چیارا میدید، میگه گریه میکرد، از اشکاش جاری شدن گریه، برای چه راه حق دید. یکی از کارهای افلاس جاهلیت چی بوده دیمش؟ نکاح الاستبضاع، یعنی نکاح بوده، نامش بوده استبضاع. بضع گفته یعنی منفعت بردن از چی؟ از همون زن میگن. یقول الرجل لزوجته، مرد برای زنش میگه اذا طهرت من الحیض، وقتی که تو از حیض پاک شوی، وقتی و اذا طهرت من الحیض، هر وقت که زنک از حیض پاک کرده میشد، میگه بره به سوی پیش فلانی از تو استفاده بره، یعنی که از او حامله دار شو ببیو. زنش ای حیض تازه میکرد، پیش دیگه مرد روی میکرد، از وی حامله دار میشد، میآورد دوباره میگرفت. برای چی؟ برای اون که وقتی که مرد پیر بود یا مرد مقصد چه فرزنددار نبود یا فرزنددار نمیشد، صاحب تفسیر آورده، یا معنیش چیه؟ یا فرزند داره و دیگر نداره، میخواد که فرزنددار شوه، زنش حیض تازه میشد، روی میکرد با دیگر مرد تا حامله دار شدن شه، از او منفعت میبرد، یعنی که حامله دار میشد میآورد، میگم نسب حمل از خدمت. برای چی؟ برای که دیگر خودش مدار نداشت، قوت نداشت، دیگر خودش که فرزنددار شدن میخواست، نمیتونست فرزنددار شدن، زنش با دیگر انسان بعد حیض برده چیکار میکرد؟ میگه خواب میکرد، اجازتش میداد، با دوباره آمده وقت حامله دار میشه قبولش میکرد. همیره با طریق چی میکرد؟ اول پنهانی بود میگه، و اساسا در قبایل‌های عرب میگه آشکار شد، یکی از جاهلیت چون انمی بود. دویمش نکاح الراحت، نکاح راحت چخلی نکاح ای یجتمع نحو 10 من القوم على نکاح المرأة و اذا وضع نسبته یا نسبه الى من شاءت منهم فلا يستطيع ان يمتنع، یعنی که 10 نفر مرد خطی این زن علاقه میکرد، رابطه داشت، یک حامله دار میشد، همین زن یک مرد چه انتخاب میکرد که نسب حمل من انای همینه، دیگه میگه وای جای گرفتن نداشت. همین زن با 10 مرد نامزد میشد، اینش خطی اونش خطی، همه دیدگی بدن، اما یک کس میگرفت میگه من همین حامله دار شدم، نمیدونستن که همون فرزند ایکه در گردن یک تاش میمون، همون قدی زندگی میکرد، عادت چون همین بود، وای دیگر قدرت نداشت که من کنه او مرد با همون زن زندگی میکرد. نکاح البغایا، نکاح بغایا چیه؟ و هی المرأة تضع على بابها ریا لمن یرید ان یاتیها، زنها در دهن درشان علامت‌های بیرق میزدن و میخواست کسی که میگفتن بیاید، هر وقت که میومد در همون وقت نزدیک میشد، برای همون نزدیک میشد، از همون اگر
از زندگی میکردن، مثلا فرزنددار میشن در قبایل‌های عرب. بعد فرزنددار که میشدن مثلا نسب حمل از همین نکاح و اجداد و همین کارا دیگه از بین رفته بود. و كانت المرأة في الجاهلیة تورث كالمتاع. صاحب تفسیر آورده رنگ متاع زنها سودا میشدن. من امروز هم همینه، زن در امروز در همین عالم مسیحیت چی قرب مونده برای زن؟ چی قرب مونده؟ هر یک کوچه در هر یک جا ده زن رنگ متاع استفاده میبرن. چگونه؟ در تمام بازار و در تمام فابریکا و در تمام استحصالات ها امروز صورت های زن موندیان. زن همچون یک کالا استفاده میکنن، زن همچون یک مقصد گازوار و متریال استفاده برده استیان. جاهلیت هم همین بود، میگه زن یگان قیمت نداشت. یلقی وارث المید علیه ثوبه و یقول انا احق بها. یعنی که وقتی که میمرد میگه وقتی میمرد اما زنک میراث بردن میشد، یک لباس میگفتن دروش میگن خب پرتوفتن، یک لباس میگفتن حق تامی هم میگفتن، حتی همین لباس میگفتن ای تو بالا های. این هم خیلی قدر داشت. همون جاهلیت عرب امروز تکرار شده ایستاده است که زن و مادرها امروز خیلی و خیلی در عالم دنیا ده مقام زن امروز بلندین. چی مقام رفته ایستاده امروز؟ چی مقام؟ همچون یک کالا و همچون یک متریال اغلبیت زنها را مقصد تجارت کرده ایستادن. انا همین خیلی در زمان جاهلیت بود. به قدری نسبت زن، به قدری نسبت مادر، خواهر، اپا انا میخواد رفته ایستاده بود. امروز هم به حد ضعیف شده این کارو. 50 سال پیش چه خیلی مادرها و زنها حرمت داشتن، همون حرمت ها امروز در جمعیت ها گم شده ایستاده. خب و کان الاولاد یقتلون لخوف الفقر. فرزندان رو برای کمبغل شدن میکشتن. یعنی که من مقصد دخترکاشون رو میکشتن، نابود میکردن که هیچ کس مقصد دختری مرا فریا بناتو تو عدو الخوف از برای عار، تو عدو خوف العاری، یعنی از برای خوف بردنی عار که این فردا میگیره کسی نو من دوماد میشه و این استفاده میبره و من از این مقصد به دنیا میبیا فرزن زبانی من کوتاه میکنه و قدری من پس میکنه گفته. انا میخواد خوفو برای دختردار شدن میره. من امروز بعضی جاهلیت هم هست که دختردار میشن چقدر زیق میشن، فرزنداشون میکشتن دختراشون برای خوف فقر. حتی بچهای نرینه‌شون هم میکشتن که نابودشون کنیم. ما یک جای دیگه افته میتیم. من امروز مرکزهای سیقت برآمدگی چگونه مرکزهایی که پیشنهاد کردن چقدر مقصد فرزندا رو سیقت میکنن، ابورت میکنن، نابود میکنن، میلیون ها میلیون انسان جانش میگیرن. فرزندای اما 2 ماه و 3 ماه را همه آب خلق میشه. هر کسی را که خلق کرده خدا او را اول و بر وقتی ریسک نوشته، او ریسک ای جمعه و میخره. انا میخواد کارو در زمان جاهلیت باز یک او را گوشپاره میگیرن. در زمان جاهلیت چی بود؟ در زمان جاهلیت با واسطه خوردن نمکا بود. نمکا به میخوردن 4 ماه 3 ماه کودک کلید میکردن. یک روز 2 روز 3 روز نمکا زهر باره میخوردن که همه کودک افته. یا دویمش چی بود؟ به دنیا میومد دخترک او را زنده به گور میکردن. و کان لکل بیت من اهل مکه صنم یعبدون. هر یک خانه مکه به خودش یک بت داشت. یختلف مستوى هذا الصنم في نوعیت الحجر. هم یک نوع سنگ سرخ سفید و سیاه هم خیلی قد ساختگی بودن. مقصد همورا همچون جمعیت ها اویله او را پرستش میکردن، در پیش قربانی ها میکردن، چی عملای ناشایسته نمیکردن. دیگرش و کان فی جوف الکعبه. در میان کعبه، مقصد در میان کعبه 163 تا صنم بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همون عصای دستشون او را شکستن روز فتح مکه. حتی صدا بلند میکرد پیغمبر که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. سوره اسراء آیه رقم 81. یعنی حق آمد باطل از بین میره، باطل از بین رونده و نیست شونده. البته چیزی باطل و هیچ ریشه نداره و یه روز امروزه فردا از بین میره و برای ما و شما نابود میشه و حق همیشه میمونه پایدار. اسلام که دین حقه برای ما پایدار میمونه. و دیگرش و کان رجل منهم یاخذ معه 4 الاحجار اذا سافر فینظر احسنه فیتخذه ربه. وقتی مردک میگه سفر میبرمد قطعی 4 تا سنگ میگیرید، کدام سنگش که براش زیبا و جلو میداد زرق و برق او را میگه انمی خداه. و یجعل ثلاثه اثافی تحت القدر فاذا ارتحل ترکه. 3 تا دیگه‌ش میگیره تا دیگش میمون، شورباش میپخت، نانش میپخت، میخورد و اوش میپرتو، یاتش میگه انمی خدای من همدا سجده میکرد. این همی بود میگه تمدن نیم جزیره عربستان سعودی.
و بعضهم کان یعبدون الجن او الملائکه او الکواکب. یا گروه جن پرستا بودن که شیطان قدی وام خوردن و جن و اجنه قدی مقصد فالبین و جادوگر کوهین بودن. یا گروه دیگرش میگفتن که ما ملائکه قدی وام میخنه و دخترای خدا. یا گروه دیگر ستاره پرست بودن که امروز هم این چیزا بسیارن. وقد حانت الدماء في الجاهلية فوقعت الحرب بين البكر وتغليب وابني وائل واستمرت 40 عاما بسبب سهم رموا به أحدهم في زرع ناقة البسوس بنت منقذين فاختلط الدماء دمها بلبنها. حتی که به درجه جنگوی میشد که یک از یک شتر یک قبیله را به یک سهم در زراعتش در آمده بود، یک تیری کمان قدی زد، همین شتر جنگ رفته به آدم جنگ رسید، صدها انسان از بین میمردن و نابود میشدن. برای یک حیوان، برای یک چارپا داخل مقصد زراعتشون می در آمدن، حتی به آدم کشی و به قبیله کشی رفته می رسیدن. عادت عرب نمی بود. و کذا حرب داحیز و غبراء و هما فرسا سبقت فی داحیز و قتل فیها الالوف من البشر. اسب دوانی میکردن، یعنی اسب دوانی میکردن، اسب دوانی کردن در همین حالت که قبیله داحیز قبیله غبراء گذشت، غلبه کرد. جنگ به درجه شد که هزارها انسان مردن برای اسب دوانی. و نحن نعيش في جاهلیت صفاحة و افلام و عروض الازیاء و مسابقات الجمال والمراقص والحانات والفن و كثير من القنوات الفضائیة والارضیة والبث المباشر. و مایان میگه زندگی میکردیم، جاهلیت وصف میکنه. در جاهلیت همچون یک انسان های سفیه، عقل کم، یعنی بدبخت، دنیا پرست، شتر مسابقمان، رقص کننده و میدان رقص ها را کلان کننده، در رو سرامون حنا بننده، فتنه کننده. ما در هزار برنامه هایی بود که از خدا دور بدیم. هوا پرستی، بنده نفس بدن، پوشیدن لباس های سرتاپا، منع، مباشره یعنی روبرو آمدن مرد و زن یک جای شدن، معلومات های سرتاپا، همه افلاس. همین قدر سرتاپا بود که در پیش ما نمیدونیم کدام از اینها را دور کنیم. و از بین رفتن حقوق زن، هیچ برابر نبود حقوق زن با حقوق مرد. از روی همون دوره شریعتش و فرهنگ همه اینا از بین رفت، همه اینا از بین نابود شد. همین گمراهی ها بود. همین حالت شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد با واسطه اخلاق دینی، با واسطه رسیدن به سوی دعوت، به سوی حقیقت، به سوی انسانیت، به سوی سرتاپا مسئولیتی تام و پر آورد برای ما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسانید، این حجت برای ما رسانید. پیامبران پیشینه را آیینش بیدار کرد، آیین نو آورد، او آیین پاک کرد برای ما رسانید، اخلاق و آداب آورد برای ما، مدنیت و فرهنگ آورد. این خصلت ها را جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد برای ما رسانید گفته است. صاحب این کتاب از زبان 10 صحابه روایت آورده است. یکی از آنها جعفر ابن عبدالمطلب. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. شما از آن پیش از آمدن پیغمبر گمراه بوده. برای این برادرها دین، آیین، فرهنگ، تمدن، اصالت برای ما و شما، خصوصا کلاسیکای ما، خصوصا بزرگای ما، علمای ما، همه همینها برای ما آمدن، ما را میرسانن، موعظه میکنن، دعوت میکنن که ما گمراه نشویم. مثل انم جاهلیت عرب ما دوباره به سوی انامین کارهای تن پرستی و نفس پرستی، ابلیس پرستی نرویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن برای ما بعد سرشان گذشته رفتن صحابه را، علما را، بزرگا را، صاحبای مذهب برای ما به میراث موندن که اینها ما را دوام عمر پیغمبر فهمونند، دوام برنامه پیغمبر فهمونند. آیه مبارکه معنیش همین است که شما را خدا منت میکنه
انمی خیل تمدن و فرهنگای بد بود. این زمانی مودم این تمدن و فرهنگای بد همشون میبیو برای ما برنامه میشه، برای ما رنگ فرض و سنت و واجب میشه. ما دین و آیین و مذهب و انا همون اصالت من از دست میتیم. برای ما هم انامین است که هر یک دوره ده، هر یک ششتم ده، هر یک نصیحت ده، هر یک معرکه ده، هر یک جا ده یک سخن از پیامبر و یاران او، یک سخن از علمای عظام، یک سخن ای بزرگان گفته شود تا که ما هم خدا و رسول ما فراموش نکنیم. اخی ما هم مسلمانیم، ما هم باید کوشش کنیم گمراه نشویم. پروردگار ما را برای راست هدایت کنه، عاقبت کار ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردانه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. آمین آمین یا رب العالمین.